فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی ما از بدری هستند از نودشه. سوالشون این است که در کدام مقطع زمانی جهاد بر مسلمانان واجب میشه؟ جهاد از زمانی که فرض شده تا به قیامت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید که مستمر هست و دوامدار هست و جهاد با انواعی که دارد با تمام او در مقابل باطل برای از بین بردن و جلوگیری نشر باطل و پخش حق و حقیقت همیشه با تمام لازم هست و در هر مراحل و در هر نقطه های هر نوعی از جهاد شروط خود دارد که باید مثلا جهاد از طریق دعوت و علم هست که این اهلیت و شرط های اهلیت خود دارد که باید افراد ایره داشته باشند ورنه تأثیر منفی خود دارد و جهادی با سلاح در موارد تقسیم میشه به جهادی هجومی و جهادی دفاعی که در دفاعی باید در همه حالات و همه افراد باید یعنی دست به اقدام شوند و در موضوعات جهادی هجومی با در نظر داشت شرایط و مسئولیت پذیری هایی که دارد در زمانی که اونها همگی تکمیل بود در هر نقطه که لازم بود یعنی جهاد فرض است.